چالشت چیه عزیزم؟ بهم بگو. زهرا جون، من اصلا نمیتونم موهامو دیزاین بدم و اینکه حجم موهامم خیلی کمه، نمیدونم باید چی کار کنم باشون. دقیقا درسته. ببین دو تا نکته داری. نکته اول اینه که جنس موهات خیلی نرم و نازکه و خیلی کم حجمه. تو اول برای اینکه بخوای یه دیزاین خوب داشته باشی باید حجم سازی کنی، یعنی شناخت مو. تو باید شناخت مو رو انجام بدی، جنس مو تو بشناسی، حجم مو تو بشناسی و بدونی که برای این جنس مو، برای این حجم مو باید از چه متریالی استفاده کنی. پس بریم برای یه آموزش حرفه‌ای که بدونی از این به بعد برای موهات باید چی استفاده کنی و چه جوری اون رو توی خونه استایل بدی. خب هانی، اول بهم بگو دوست داری با متریال ایرانی موهات استایل بدی یا خارجی؟ تفاوت این دوتا متریال با هم چیه؟ ببین تو کیفیت خیلی با هم متفاوتن، یعنی واقعا کیفیت خارجی ها با ایرانی ها قابل مقایسه نیست. ولی مو یه چیزیه که تو با متریال ایرانی میتونی بهترین حالت ممکنه در بیاری. فقط کافیه که شناخت مو داشته باشی و بدونی که چجوری باید ازشون استفاده. خب هانیه جو، اینم از که آخر فاینال کرلیت، نظرت چیه؟ کلاس فوق‌العاده بود. من حتی قبل از این نمیتونستم یه دونه اتومبیل ساده بکشم، الان ولی خودم رو کرلی کردم. فوق‌العاده. خیلی خوشحالم که تونستی این کار انجام بدی. مرسی از شما.